سلام علیکم، خیلی خوش اومد به یه ویدیو دیگه با من و اول کاری شب یلدا که هفته دیگه است بهتون تبریک میگم. و همونطور که از روی تامنیل روی ویدیو متوجه شدید، این ویدیو راجع به یه خواننده خیلی خفن یعنی ابیه. با من توی این ویدیو همراه باشید که میخوام حسابی راجعش بهتون بگم، اینکه کی بوده، چیکار کرده، چجوری خواننده شده، زنش کیه، بچه‌ش کیه و خلاصه اینکه حسابی کیه. نفسم گرفت. با من در ادامه ویدیو همراه باشید. ابراهیم حامدی یا همون ابی خودمون متولد 29 خرداد سال 28 توی تهرانه. شاید براتون جالب باشه که بهتون بگم اون توی اکثر سبک‌های موسیقی مثل حالا پاپ، راک، ترانس موسیقی، موسیقی فولکلور، هاوس و اینجور چیزا آهنگ خونده و شاید محبوبیت بیشتر اون به خاطر این باشه که اون هیچ تحصیلاتی در زمینه خوانندگی نداشته و هیچ کلاسی هم حتی برای خوانندگی نرفته و همطوری خود به خود انقدر مشهور شده و انقدر صداش خوبه و انقدر آهنگاش خوب و خفنه. و بهتونم بگم اون فعلا در حال حاضر توی کشور اسپانیا اقامت داره. عمده سبک موسیقی اون پاپ فارسیه و از سازهای مثل آواز و درامز استفاده میکنه و از سال 47 تا به همین الان هم فعالیت میکنه. راجع به اصلیتشون هم اگه بخوام بهتون بگم، پدرش اصالتا عراقی بوده و خیاط هم بوده و مادرش هم اصالتا کرجی بوده و خونه‌دار بود. اون ایام کودکی خودش رو توی میدون فوزیه تهران که الان اسمش رو عوض کردن گذاشتن میدون امام حسین بزرگ شده و کلا بیشتر اوقات زندگیش رو اونجا سپری کرده. اما اون توی یه خانواده شلوغ و پرجمعیت زندگی میکرده که 4 تا خواهر و یه دونه برادر هم داشته. اون توی دبیرستان رشتهش ریاضی فیزیک بوده و دیپلمش هم توی همون رشته ریاضی گرفته. به به بعد از اون ابی اومد توی سال 53 با فیروزه مقدادی ازدواج کرد که این زوج 3 تا هم دختر به اسمهای عسل، سایه و خاتون دارن که ابی به عنوان پدرشون اومده برای هر کدوم از دختراش جداگونه یه آهنگ مختص به اونا خونده. اما 2 سال قبل از اینکه توی ایران انقلاب بشه اون برای یه کنسرت رفت آمریکا که دیگه چون توی ایران انقلاب شد اون توی همون آمریکا موند. چند سال بعد از زندگی مشترکش هم از همسرش طلاق گرفت و مدتی بعدش هم با همسر فعلیش یعنی مهشید برومند ازدواج کرد. اما مهشید از ازدواج قبلش یه پسر به اسم فرشید داره که در حال حاضر پسرخونده ابی محسوب میشه. راجع به آشناییشون هم بخوام بهتون بگم، مربوط میشه به یکی از کنسرت‌های ابی توی شهر گوتنبرگ که اونجا با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن. اما مهشید مدیر برنامه‌های ابی هم هست و توی همه کنسرتاش رو اینا همراهشه و خلاصه حضور فعالی داره. و از طرف دیگه میگن که اون شبیه کاتارین ریاحی. به خاطر همین واسه کاتارین ریاحی توی فضای اینستاگرام و فضای مجازی کلا مشکلات و شایعات زیادی به خاطر شباهتش به وجود اومده. مثلا میگفتن که اون بی‌حجاب رفته کنسرت یا بی‌حجاب رفته خارج از کشور و اینا. کلا ابی هم گرایش خیلی زیادی به آهنگ‌های یونانی داره و چند تا از خواننده‌های بزرگ یونانی رو هم دوست داره که چون اسمشون سخت بود من حوصله‌ام نشد بهتون بگم، شرمنده دیگه. و همینطور اون گفته من اصلا اجازه نمیدم که آهنگ هم داخل خونه پخش بشه، چرا که اصلا رغبتی به گوش دادن صدای خودم تو فضای خونه ندارم. یه عده هم ابی رو میان با تام جونز خواننده سرشناس بریتانیایی مقایسه میکنن، با این تفاوت که میگن ابی برخلاف اون تمایلات سیاسی زیادی داره. اما در اینجا میخوام یکم راجع به این که اون چطوری اصلا خواننده شده بهتون بگم. ابی میگه که از سن 4-5 سالگی که رادیو اومده بود توی ایران، ما چون بودجه نداشتیم رادیو بخریم و از طرف دیگه هم برق همه جا نبود، خلاصه ما رادیو اینا نداشتیم، ولی من هر جوری که شده بود موسیقی گوش میدادم و از یه جایی حالا موسیقی رو پیدا میکردم. اون میگه من یکی از تفریحاتم این بودی که داخل خونه آواز میخوندم و سال 3 دبستان هم سر صف وای میسادم و قرآن رو با صوت میخوندم و خب اینم یه خوانندگی محسوب میشه دیگه. فکر کنم یکم خایمال بوده به خاطر همین سر صف آهنگ میخونده. و میگه من از سن 10-11 سالگی که حالا رادیو اومده بود دیگه خیلی زیاد و خواننده ها هم یه خورده بودن، ذهن من خیلی بهشون مشغول شده بود. و میگه من کلا خیلی ذهنم به خوانندگی مشغول بود و همینطور برای بچه محلام و همکلاسیام اینا کلا خیلی آهنگ میخوندم. اون میگه بعدش هم من اومدم توی یه گروه دوستانه به اسم سان بویز و توی باشگاه‌ها و کاخ‌های جوانان به صورت رسمی شروع به آهنگ خوندن کردم. میگه یه مدت بعدش هم توی کاخ جوانان جنوبی به روی صحنه رفتم و از اولین خوانندگی و از اولین اجراش هم اینطوری یاد میکنه که انقدر استرس داشتم که کلا نصف بدنم بی‌حس شده بود. و میگه خب در هر صورت به هر حال فراموش نشدنی هم هست. لطفاً اگر تا اینجای کار از ویدیو خوشتون اومده و به این سبک ویدیوها علاقه‌مندید،
اول اینکه ویدیو رو لایک کنید که یه انرژی به من بدید و دوم اینکه اگر به این سب ویدیوها علاقه‌مندید کانال رو از این پایین سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی جا نمونید. یه مدت بعد اون با 2 تا برادر به اسم شهبال و شهرام شب‌پره آشنا میشه. قبل از اینکه ادامه‌شو بگم دقت کردید همه خواننده و بازیگرا کلا با یه سری از آدم‌ها آشنا شدن که اونها رو به اینجایی که الان هستن رسوندن. نمیدونم چرا از این اتفاقا برای ما نمیافته. اون به توصیه شهبال میاد با یه پسر به اسم فرهاد مهراد دوست میشه و کلا تیم میشن و میرن توی کاباره ها اینا آهنگ میخونن و آهنگ اجرا میکنن. اما بعدش ابی از این گروه جدا میشه و دیگه میاد خودش به طور مستقل با ترانه سراهای به نام و مشهور اون زمان آهنگ میخونه. دیگه بعد از اون ابی میاد کلا به طور مستقل آهنگ میخونه و آهنگ بیرون میده. اون توی زمانی خواننده میشه که خواننده پاپ زیادی وجود نداشته. اولین آهنگ مستقل اون هم اسمش آتش بوده. و در آخر هم بهتون بگم که بیوگرافی ابی خیلی بیشتر از این است. من چون تایم ویدیو زیاد نشه و شما خستتون نشه دیگه همونجا کاتش میکنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین یا کلا دوست داشتین ادامه‌اش هم براتون بذارم این زیر برام کامنت بذارید و بگید که من پارت های بعدش هم درست کنم. و مرسی که تا این ویدیو همراه من بودید و تا یه ویدیو دیگه فعلا.